قرآن امروز مسلمان نمیتونه قرآن را پیش روی ما باز کنه، استادایتان فرار میکنه. استادایتان ویدیو بازی را شروع کردن، کلیپ های 5 سال قبل را میارن، مینشینن، آب دهن تازه میکنن با آب، زبانشان پیش روی ما بند میشه، چهرهشان میگرده، خنده های تقلبی میکنن، چشم هایشان در مناظره گریان میکنه در حالی که میخنده. فکر نمیکنی که امروز اسلام رقم خورده، امروز اسلام باید یک جهش داشته باشه، با یک طرف دیگه بره. ما گفته بودیم، وعده داده بودیم که اسلام را به این روز میکشونیم. ما وعده داده بودیم که مردم را آگاه میکنیم. ما وعده داده بودیم که دکانایشان را در شبکه‌های مجازی میبندیم، بعد در اجتماع میریم مساجدشان را به موزیم تبدیل میکنیم. باور دارین ندارین؟ مساجد را در افغانستان به موزیم تبدیل میکنیم. 100 سال بعد هم شب این مساجد باید موزیمی باشه که ما بیایم ببینیم اجداد ما می اومدن در این جاها سجده میکردن به طرف سنگ سیاه عرب ها. اون روز آمدنی هست. مگر باشم نباشم این ویدیو باقی میمونه. اون روز میآید که اجداد ما، امروز که ما هستیم، امروز به ما نسل بعدی ما اجداد گفتن میگن اینو چقدر جاهل بودن. می اومدن در مساجدی که به زور در کشورشان عرب ها ساخته بودن، عرب هایی که تجاوز کرده بودن، اینا میرفتن به طرف اونها سجده میکردن. چقدر اینا بی غیرت بودن. امروز اونا میگن ما دیگر اینا رو موزیم ساختیم و این مسئله برای همگی آشکار میشه. تا وقتی که این مساجد را به موزیم تبدیل نکنیم، تنها من کاوش نیستم، تنها فریدی نیست، تنها پویا نیست، تنها احمد و محمود نیست، نسل بعدی آزاداندیش است. شما نسل آزاداندیشان میگیم، نه گروه آزاداندیشان. ما یک گروه نیستیم، ما نسل هستیم. ما نسل گذاری میکنیم. امروز اگر من هستم جرأت میکنم، امروز فریدی از جرأت میکنه، در اینجا میاد وقت میگذاره. شما میدونید که صدها زن و مرد افغانستان را ما جرأت میدیم. صدها زن و مرد افغانستان را جرأت میدیم. محمدی که تا دیروز نامش را میگفتی صلی الله علیه و آله و سلم، امروز میآیند میگن بله پیامبر ما اشتباهات داشتن. عمری که تا دیروز شمشیر بود نامش را میگرفتی، باید چی میگفتی برش؟ فلان بهمان، صلوات بر عمر. امروز مسلمان قبول میکنه که لواط میداده. میدونی این خودش انقلاب است. من بارها میگم انقلاب دیگر شاهدم نباید داشته باشه. امروز ما تقدس این شیخ‌های شما را، این شیخینتان را، این بزرگانتان را در حد پایین آوردیم، در حدی رساندیم که مسلمانان قبول میکنن که اینا از جنگ فرار میکردن، اینا دزد بودن، بر زنها تجاوز میکردن، لواط میدادن، شاششان در جایشان میرفت، از جنگ مثل بز کوهی فرار میکردن. اون عمری که شاخ سمال بوده، امروز اهل سنت میای اقرار میکنن. هستیم بر اون عهدی که بسته بودیم با مردم و تا وقتی که یک نفس آخر من باشه، آخرین شبی که من زنده باشم، برنامه نقد اسلام میگیریم. این رو یاد داشته باشید. یک شب از عمرم باقی بمونه، یک شب بودین، فردا دیگه زنده نمیمونیم، اعدامت میکنیم. آخرین آرزوی چی است؟ آخرین آرزوی من این است که من برنامه میگیرم و قرآن را به مردم معرفی میکنم. شاید باورتان نشه، حتی اگر روزی ما در دست یک حکومت اسلامی بیفتم، بوده یک آرزوی چی است؟ میگم قبل از اینکه مرا به تناب دار ببرید، فقط 5 دقیقه مرا میکروفون بدید و این سخنهای مرا سانسور نکنید. و مردم میگم که غیرت داشته باشید، شهامت داشته باشید. اگر گروهتان بر تناب دار میره، همچنان برای آزادی کشورتان کمک کنید. مثل چه کسانی؟ مثل کسانی که بودن در این راه، مثل هموطنان ایرانی ما که گفتن ما را بکشیم اما ما مسلمان نمیشیم، ما را بکشیم اما ما برای آزادی مردم. آخرین سخنش چی بود؟ گفت بالای قبر ما قرآن نخوانید، بالای جنازه ما قرآن نخوانید، مرا با آیات قرآن راهی گور نکنید، بالای قبر ما موسیقی بگذارید، شعر بخوانید، خوشحالی کنید. این پیام ما خواهد بود برای نسل بعد. این را باید داشته باشید. بریم دوستان، قرآن امروز مسلمان نمیتونه قرآن را پیش روی ما باز کنه. استادایتان فرار میکنه. استادان ویدیو بازی را شروع کردن، کلیپ های 5 سال قبل را میارن، مینشینن، آب دهن تازه میکنن با آب، زبانشان پیش روی ما بند میشه، چهرهشان میگرده، خنده های تقلبی میکنن، چشم هایشان در مناظره گریان میکنه در حالی که میخندن.